بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم روز اول که سوره بقره شروع شد که دو قسمت دارد. یک قسمتش مسئله توحید و رسالت بود که ما لهما و ما علیهما را مطرح کرد، شبهاتی درباره توحید و رسالت بود بیان کرد. حالا در قسمت دوم سوره مسئله جهاد و انفاق فی سبیل الله که حیثیت خادم را برای رسالت و توحید دارند. لیکن قبل از بیان مسئله جهاد و انفاق امور انتظامیه که مسلمان ها بین خودشان نظم و ترتیبی داشته باشند، اختلافی نداشته باشند. اون مسلمان میتواند که با کفار بجنگه. اگر مسلمان ها با هم درگیر باشند و دست و پنجه خورد کنند در برابر دشمن نمیتونن بجنگن و زبون میشن. چیزی که اختلاف پیدا میکند بین مسلمان ها مسئله قتل هست. از همه چیزها بیشتر مسلمان ها را از هم جدا میکند. این قانون اول برای نظم مسلمان ها قصاص هست که از قاتل قصاص بگیری تا که دیگه مسلمانی نظم مسلمان ها را با کشتار به هم نزند. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، فرض قرار داده شده بر شما قصاص فی القتلا، در مقتولین. قتلا جمع به معنی قتیله ها، اونایی که کشته می شوند. برابری بر شما فرض شده است. حالا تشریح کرد که طور برابری، قصاص به معنی برابری، الحر بالحر، یک آزاد در برابر آزاد، یک غلام در برابر یک غلام، یک ماده زن در برابر زن. اینجا بعضی از ائمه مفهوم مخالف را مراد میگیرند که آزاد در برابر غلام کشته نباید بشه، مرد در برابر زن کشته نباید بشه. خب زن در برابر مرد یا غلام که ادنا هستن در برابر مرد کشته بشه. لیکن امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی برداشتش اینه که این در تردید اعتقاد مشرکین بود. مشرکای آیان پولدار و سرمایه‌دار یک به 18 میکردن. گفتن دیگه باید در برابر این 18 نفر بکشیم. یک به 10 میکردن. قرآن آمد گفت نه، آزاد هر کس باشد قاتل در برابر آزاد، مقتول هر که باشد. خلاصه در برابر انسان ها از نظر نفس سرمایه‌دار و بی سرمایه‌دار و نسبدار عالی با نسبدار پایین هیچ فرقی ندارد. لذا آقا را در برابر غلام هم میکشیم، آقا را در برابر زن هم میکشیم. آقا به معنی آزاد، آزاد در برابر غلام هم کشته میشه، در برابر زن هم کشته میشه. امام ابو حنیفه همینه میگه. امام شافعی رحمه الله مفهوم مخالف من مراد میگیرم، میگه که آزاد در برابر غلام یا در برابر زن کشته نمیشه. زن در برابر زن، غلام در برابر غلام و آزاد در برابر آزاد. امام هم برداشتش اینه که النفس بالنفس، نفس در برابر نفس. حالا نفس قاتل هر که باشد و نفس مقتول هر که باشد. الانف بالانف، بینی در برابر بینی. حالا بینی قاطع چیه و بینی مقتول انف چیه اون کار نداشته باشیم. اگر مرد بینی زن را ببره بینیش میبینی، گوش را ببره گوش میبینی. غلام ها کردن اگر یکی بلند بشه بینی و گوش غلام را ببره هم بینی و گوش میبینی. قرآن گفته الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن، لحاظ النفس بالنفس. برداشت امام ابو حنیفه همینه که اینجا مفهوم مخالف مراد نیست، بلکه این تردید مشرکین است که یک به 10 میکردن. گفتن قاتل یکیه، یکی را کشته همون قاتل میکشیم. برای اون که مقتول شده و سرداری و خانی و امیریه 10 باره نمیکشیم.
همون قاتلین را. حالا یک مسئله هست که 10 نفر میرن یک انسانی را میکشن. حالا امام عمر رضی الله تعالی عنه فرموده جماعتی یک نفر را بکشه، ما همه را بکشیم در برابر. وقتی طوری حمله کنن که ندانه از ضربه کی مرده، در شریعت همه اونها قاتل است. خلاصه قانون اینه. خب که قصاص کنید. حالا در میان دو راه بسیار بزرگ شاهی هم هست. هر قاتلی که بخشیده شد برای او از طرف برادرش یک چیزی، مراد از برادرش اولیای مقتوله. هر قاتلی که برای او بخشیده شد از طرف برادرش، مراد از برادرش، و از این کلمه الله تعالی حالا اولیای مقتول را دعوت به عفو میده. که خب اون قاتل هم کلمه گفته برادر شمای، مقتول هم برادره. حالا اگر اولیای مقتول چیزی را بخشیدن تو باید او پول گرفتن در عوض قصاص، پس قاتل باید پرداخت به خوبی کند و آنها هم طلب این خونبها را به خوبی بکنند. پس اتباع کنند اولیای مقتول قاتل را به خوبی، در تنگنا او را قرار ندهند و اون هم قاتل ادا کند به طرف وارث مقتول به احسان و به خوبی. این که دیه بگیرند و عفو کنند، این یک بخششی است از جانب رب شما و یک رحمتی است عطای شاهانه حضرت مانا می کردند. لحظا وقتی یکی از اولیای مقتول قصاص را ببخشد، حق دیگران هم از قصاص سقوط می کند و اون قاتل عفو می کند و حق دیگران از مال ادا میشه، چون این قصاص حق اولیای مقتول است. پس اگر اولیای مقتول بدون دیه و بدون مال قاتل را عفو کردن، هیچ حرفی نیست. خب اینجا در قتل عمد مال به اختیار اولیای مقتوله، چقدر برگردن قاتل میگذارند و قاتل آماده هست که بهای خون خود را میده. در عفو قصاص، در قصاص حق اولیا هست، باز هم حق اولیا هست که پول بگیرند و عفو کنند. حالا این پول را هر چقدر اولیای مقتول تعیین کنند و قاتل و اولیای قاتل آماده بشن برای پرداخت جایز هست. این مثل خونبهای قتل خطا نیست که در قتل خطا دیگه مشخص شده، زیاده نمیتونن بگیرن اولیای مقتول. قتل خطا در قتل عمد اصل قصاصه و دیگه او به مطابق پسند و اختیار طرفین. خلاصه هر که بعد از بخشیدن، اینجا کلمه شیعون فقها این مسئله را برداشت کردن که اگر اولیای مقتول یکی حق خود را از قصاص بخشید، لحظه حق همه از قصاص بخشیده میشه و حق دیگران به مال تعلق میگیره. او باید قاتل از مال حق دیگران را بده. بل اینجا نه، اگر یکی ببخشه از اولیای مقتول و دیگران نبخشند، میگن جمهوری موافق نمیکنه، میگه قصاص باید بگیریم. مثلا پدرشون کشتن، 2 فرزند الان ولی دمن، یک فرزند حق خود را بخشید، مادر حق خود را بخشید، حالا یک فرزند که نبخشید میگه قصاص میکنن. دیگه فقهای ما استنباطش اینه که اگر اولیای مقتول 3-4 نفرن، یکی حق خود را ببخشه در قصاص، دیگه اون قاتل بخشیده میشه و حق دیگران از قصاص به مال منتقل میشه. هر که تجاوز کرد بعد از این عفو کردن، اول قاتل را عفو کرد مال گرفت، یا عفو کرد و مال نگرفت، این قاتل آمد بیرون بعد کشتنش، دیگه برای اونها عذاب علیمی در آخرت هم است و در دنیا قصاص میشه. مثلا قاتل را بخشیدن اول، و قاتل را از زندان آزاد کردن، رفت قاتل برای خودش، بعد قاتل رفتن کشتن. این بعد هر که قاتل را بعد از بخشیدن بکشه، او قاتل حساب میشه و باید از او قصاص گیرید و در آخرت هم عذاب علیم برایش. اولا نبخشید، قصاص کنید،
اگر بخشیدید و بعد کشتید قاتل را لحظه جریمه دارد. خب در قصاص عموما امروز دنیای کفر در این فکر هست که حکم قصاص را لغو کنن در دنیا، قاتل دیگه آزاد بشه، هرچی کشت بکشه و حکم قصاص را دارن میخوان لغو کنن. اگر کشور اسلامی که حکم قصاص را اجرا میکنه در آنها اعتراض است که حقوق بشر دارن ضایع میکنه. این کافرهای لعنتی بشر خودشانند این قاتلن درجه یک و یک روزی قصاص میشن، میگن همین حکم قصاص رفت بشه تا که ما آزاد بگردیم، بکشیم و بگردیم. این سروران گرامی حکم قصاص را هیچ احدی لغو نمیتونه بکنه، نه بوشی و نه سازمان مللی و نه دیگه حاکمی. و هر کس حکم قصاص را اجرا نکرد اون مجرم هست، اون حاکم یک مجرم. حکم قصاص اجرا نکنن با رشوت و رشوت ستانی جلوی قتلها گرفته نمیشه. خب شاید عقل پوچ انسان بگه که در قصاص چه فایده ای؟ او که مرده به هیچ عنوان زنده نمیشه، قاتلش شما بکشید هم زنده نمیشه. عقل پوچ گوش همین چیز را حرف میزنه. کسی که کشته شده قاتلش هم بکشیم مگر اون مقتول زنده میشه؟ نه. لیکن الله تعالی میگه در قصاص حکمتش زیاده. زندگی شما در قصاص، حیات شما در قصاص. اکثر این علت را میگن چطور حیات ما در قصاصه؟ یکی کشته شده مرده ما دیگری را هم میکشیم، چطور زنده ایم؟ قرآن عظیم و شان بزرگان علت این طور بیان کردن که وقتی شما قاتل را قصاص میکنید دیگه انسان ها جرأت به قتل نمی کنند. میدانند که اگر ما کشتیم زمانی که جنگ میکرد گفتن میکشم خونش میدم، خب او اگر خون نگرفت تو را هم میکشن. اگر خیلی هرچی مردم گفتن نه آخر یک جوان غول پیکری حرکت کرد بجانه که بگذاریم چطور میکشه، دانست که دیگه بکسی او منو میکشه، ایستاد سر جنگش. همین انسان بی عزت باید همون کلمه بی عزت، اگر اونو بداند که بدون چونه چرا من قصاص میشم چطور میکشی؟ منو میکشه. حاکم عادلیه، رشوت نمیگیره، مال نمیگیره، ولی لحاظا وکیل هم نمیتونه کاری بکنه. من قصاص میشم، خود به خود دست از کشتن جلو نگاه میدارد. چطور انسان برای مرگ حاضر نمیشه؟ حالا مردم میگه بابا میکشیم 400 میلیون میدی، و 400 میلیون برای آنها چیزی نیست. یک سرای، یک خانه و یک کاشانه آنها 400 میلیونه، راحت مردم میکشن. بی خاطر الله تعالی میگه در قصاص حیاتی شما هست، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. در قصاص برای شما زندگیه ای صاحبان عقل، ای حکام، ای انسان های فهیم و ای قاضیان که شما به عنوان انسان عاقل و دانشمند و داننده دین و داننده قانون حقوق بشری شما بلدی. ای صاحبان عقل برای شما در قصاص حیات است لعلکم تتقون، تا که شما از خلاف ورزی قانون پرهیز کنید. انسان ناحق نکشید، بدون حساب نکشید. شما از قتل دیگران پرهیز کنید. این خاطر و دیگه اینه که ببینید قتل یک چیز سختی. تا زمانی که قاتل میگردد اولیای مقتول زندی نکنند، اولیای مقتول همیشه رنج میبرند. قاتل فرزند خود را میبینند، قاتل برادر خود را میبینند که با زن و فرزند خودش عشق دارد و تماشا دارد و خورد و نوش دارد و مقتول آنها در قبرستان، برای آنها زندگی راحتی نیست. در حقیقت کسی این چیز را درک می کند که یکی از دوستان او را بکشند. وقتی از دوستان او را کسی را کشتند بعد دیگه معلوم میشه که واقعا در قصاص چقدر حیاتی. اونا میدارن که دوست ما زنده نمیشه، دوستی که مرده دیگه بر نمیگرده، لیکن زندگی قاتل برایش خیلی سخت و گران تمام میشه. الله دانسته است که قصاصی گذاشته که شما قصاص بگیرید تا خودم شما راحت باشید. خب
اگر انسان ما را فرزند من، برادر من، پدر من کشتی، تو هم که بهارش نخوردی، تو هم رفتی در همون قبرستان. اگر بچه های مقتول ما بدون سرپرست شدن، خانمش بیوه شد، تو هم رفتی پشت سرش. خود همین اولیاء مقتول که ولی دمن هم راحت میشه، تا که فاصلش راحت نیست. در حقیقت کسی این چیز را میفهمد که اولیاء اون مقتول میشه. اونی که خدا میکشه اونجا کسی قدرت نداره. الله تعالی خودش میکشه، خودش تسلی هم میده که من خلق کردم و من کشم و همه را میکشم. لحظه خود انسان تسکینه. بعد از مدتی اگر دلش میسوزه خدا که کشنده هست، مرهم گزارنده هم خدا، و اینجا خدا مرهم را در قصاص گذاشته. حکم دوم: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. این حکم دوم هست. جمهور مفسرین میگن این آیه منسوخه. اول هر کس که قریب المرگ میشد، یعنی هر که موظف بود که توصیه کند که به پدرش چقدر بدن، به مادرش چقدر بدن، به زن و بچه‌هاش از این مال ترکه چقدر بدن. الان الله تعالی سهم هر یکی را از ورثا، از میراثبران و میراثخوران تعیین کرده. دیگه الان لازم نیست که انسان وصیت کنه و حتی هم جایز نیست انسان وصیت کنه که اینقدر به فلان فرزند من بدید، اینقدر فلان خانم من بدید، اینقدر به پدرم بدید، اینقدر به مادرم بدید. این وصیت الان هم لازم نیست. و اگر هم وصیت کنن برای میراثبر، این وصیت اون نافذ هم نمیشه. چرا؟ الله تعالی میراث هر کس را خودش تقسیم کرده. هر انسان توی کره خاکی که شما میبینید در شریعت غره میراث او تقسیم شد. خدا تقسیم کرده، آیه میراث آمده است و پیغمبر فرمود لا وصیت لوارثین. کسی که خودش میراث دارد، سهمش در شریعت مشخص شده، برای او وصیت کردن درست نیست. بله، برای کسی که میراث نمیبرد او میتواند وصیت کنه. صاحب مال متوفا وصیت کند که بعد از وفات من مثلا اینقدر شما فلانی را بدید، اینقدر فلان جا خرج کنید، و این وصیت تا زمانی تکمیل میشه که از 1/3 مال بیشتر نباشه. مثلا کسی برای 10,000 تومان وصیت میکند و کل سرمایش 10,000، خب وصیت او را از 1/3 تکمیل میکنه، از کل 10,000 تکمیل. اول دین، بعد از دین وصیت، و بعد از وصیت دیگه بین میراث خوران تقسیم میشه، میراث بران. این معنی را جمهور میکند که الان برای والدین یا برای خویشاوندان دیگر وصیت باقی نمانده، چون سهم اینها را شریعت تعیین کرده. لیکن مولانا حسین علی رحمه الله یک معنی عجیب و غریب این میکند برای این آیات. او میگه برای خود والدین و اقربین وصیت لازم نیست. چرا؟ میراث آنها مشخص شده در شریعت. البته این متوفا باید به اقربین و به والدین توصیه کند که بعد از موت من حدود و مقررات شریعت را رعایت کنید. مثلا به زن بیچاره حق بدید، به فرزندای کوچولوی من حق بدید، همون حقی که خدا داده. به دختران من حق بدید، به صاحبان حق بدید، کسی را از حقشون محروم نکنید. بله، این حکم خدا هنوز استحبابی هست که هر انسان باید در زندگی توصیه کند که بابا آن سهمی که خدا برای هر کسی در مال من گذاشته و باید ما همین توصیه را بکنیم. به صاحبان حق بدید، به دختران من حق بدید، به زنان من حق بدید، به مادر پیرزال من حق بدید. و مسلمان باید همیشه توصیه کن.
برادرم را محروم نکنید. بله برادر در موجودگی اولاد برادر متوفی میراث نمیبره، البته میتونه بگه توصیه کند که برادر من هم بیچاره او را محروم نکنید، بچه‌های بزرگ خود را توصیه کند تا آنها را هم چیزی بدید. بله برای برادر میتونه وصیت کنه در صورتی که او خودش اولاد دارد، والدین هم زنده اولاد دارد، خب برادر که نمیتونه میراث ببره، برای او وصیت درست. کتب علیکم فرض قرار داده شده بر شما وقتی حاضر شد یکی برای یکی از شما موت و او گذاشت مال، چه چیز فرض شده؟ الوصیتو، این نائب فاعل کتبه هست. وصیت کنید طبق معنای حضرت مولانا حسین علی میکنم، وصیت کنید به والده. برای والدین نه، برای والدین منسوخه، لیکن به والدین وصیت کند و خویشاوندان خود درجه یک به معروف که به صاحبان حق بدید. حقا علی المتقین، این وصیت حقی هست بر آنهایی که از خدا میترسند، یعنی مؤمنین. حالا کسی وصیتی کرد ناجایز، حالا اون وصیتش خلاف شریعته، کسی مثل شریعت عمل میکنند، گناه به گردن اینها نیست. و اگر کسی وصیت کرد و وصیت او را شکستند، اونجا گناهگار از گناهی که وصیت او را میشکنند. مثلا متوفا وصیت کرده، فرض کن پول داریه 10 میلیون بدی به حوزه، خودش پولها دارد، حالا اگر اونای وصیت او را تغییر بدن، مالش بیاده، ثروتش بیاده، گناه به گردن آنها است که وصیت را تغییر میده. تا اگر آنها احساس کردن که این وصیت ناجایزی کرده، مثلا وصیت کرده که 10 میلیون بدهید و سینمایی بسازید، سینمای رقاصان، حالا اینا بگن که خب این کار گناهیه، ما این کار را نمیتونیم، به جای سینما میدی مدرسه را که ثوابی بهش برسد و خدا او را ببخشه. کم از کم اگر ثوابی بهش نرسید و بخشیده نشد، گناهگار بیشتر میشه. خب این گناه نیست، این تغییری که به طریق حق رفتن، از باطل به حق رفتن، لحظه درسته. یا وصیت کرد که 10 میلیون خرج کنید و خوانندگان را از دنیا بیارید اینجا دهل کنید و رقص کنید و بچرخید، خب وصیت شایزین در این مورد تکمیل نکنن، در مسیر خیر بکنن، گناهی به گردنشون نیست. فمن بدله بعد ما سمعه، هر کسی وصیت موسی را تغییر داد بعد از اینکه شنید آن وصیت را، جز نیست که گناه این تبدیلی بر آنهایی هست که او تبدیلش میکنن، نه بر حکم و نه بر صالح. اونهایی که این وصیت را تغییر میدن مطابق او وصیت به خیر کرده، اینها تغییر میدن، گناهش به گردن اون تغییر دهندگان. ان الله سمیع، علت بیان شد، الله تعالی میشنود اظهار غلط او را و علیم است معذوری حاکم و ثالث را. اگر حاکم دیدن وصیت او، اولیاء دیدن وصیت او اشتباه مطابق شر بردن، خدا همه را میداند. خلاصا از اقوال همه شما و از حال همه شما خدا خبردار. سمیع اقوالکم، حالا هر قولی موسی میکند، موسی لهو میکند، موسی میگوید، موسی وصیت کننده را میگه، موسی کسی که وصیت کرده میشه، موسی لهو کسی که برای او وصیت میشه. الله تعالی از همه اقوال همه خبر دارد، حال همه را هم میداند. فمن خاف، این خاف به معنی علم، کسی دانست از وصیت کننده جنفن، یک خطایی از ابن عباس مظهری یا گناهی را عمدن یا خطا، تو پس اصلاح کرد بین آنها، یعنی بین آنهایی که وصیت کردن و بین آنهایی که وصیت شده اند و بین آنهایی که برایشون وصیت شده است. حالا من چند نمونه و مثال برای شما عرض کردم. فلا اسم علیه، گناهی بر این اصلاح کننده نیست. وصیت کرده موسی را که خرج کنید برای خوانندگی و دهل و سرنا، بچه من عروسی بدید و اینقدر خواننده از کشورهای خارج هم بخوانید. خب حالا این موسی
اصلاح کرد، به جای خوانندگان در راه خدا انفاق کرد، به امید این که خدا او را ببخشه، برای او ثوابی بده، تو الله تعالی میگه اسمی بر این مصلح نیست. صورتهای ناجایز زیاده، گناهی برای این اصلاح کنندگان نیست. ان الله غفور رحیم. بر گناهگاران مصلح و مطیع الله تعالی به طریق اولا، خدا بخشنده و مهربان برای گناهگاران هست، برای که اصلاح میکنن، اطاعت میکنن به طریق اولا، خدا بخشنده و مهربان است. خدا مجرمین را میبخشد. کسی غلط وصیت کرده خدا بخشنده است و کسی وصیت او را اصلاح میکند و به طریق اولا خدا بخشنده است. خب تا اینجا بیان شد دو قانون برای نقض مال هم سبب نزاع میشه. در میراث چقدر نزاع و اختلاف میفته، چقدر دشمنی و عداوت میفته. الله تعالی فرمود شما طوری برخورد کنید که به خاطر میراث شما با هم اختلاف نکنید. اکنون الله تعالی بیان امور مصلحه را میکنه، چیزی که شما مسلمان ها را اصلاح میکنه، در شما اصلاح میارد، در شما خوف خدا میارد، در شما ترس خدا میارد. این نوع امور را امور مصلحه میگن. وقتی اصلاحات را من درس دادم، اونهایی که نبودن نمیدانن و مجبوریم که توضیح هم امور مصلحه اون اموری را میگویند که برای تقوای انسان و برای اصلاح انسان بسیار مؤثر است. از امور مصلحه یکی روزه هست. وقتی کسی سالی 1 ماه کامل خود را از حرام خود را از حلال و مشروع 11 ماه خودش در روز ممنوع می کند، او چطور می تواند حرام بخورد یا حدود الهی را نقض بکند؟ اکثر در مال میراث او اینها ظلم میشه، حق کشی میشه. برادر بزرگ حق خواهر و برادران کوچک خود را پامال میکنند. عموها آمن حق برادرزاده های خود را زیر پا میگذارند. برادرشون وفات کرد، برادرزاده ها کوچکانی وارث میشه و همه چیز را حکومت میکنه برای خودش. الله سبحانه و تعالی میفرماید روزه بر شما فرض شده که شما را متقی بکنه. شما وقتی متقی شدید شما حق یتیمان را نمیخورید، شما حق صاحبان حق را نمیخورید، شما حق یک زن بیچاره را نمیخورید، شما حق یک دختر مظلومه را نمیخورید، شما حق یک برادرزاده کوچولو صغیر را حکومت نمیکنید. روزه برای اینکه شما را متقی بکنه. کتب علیکم الصیام یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. روزه بر شما فرض کرده شده است، چنانچه که فرض کرده شده است بر آنهای قبل از شما بودند تا شما متقی باشید. این عبادت سروران گرامی، روزه عبادتیه که برای غیر خدا انجام نگیرید. حتی هیچ مشرکی برای غیر خدا روزه هم نگیرید. در روزه ریا نمیآید. اگر کسی روزه بگیرد به این خاطر که مردم را روزه دار بگن، تو خب جلوی مردم میگه من روزه هستم و پشت سر در خلوت خانه دیگر شکم پر کنه. روزه انسان را متقی میکنه، روزه انسان را پرهیزگار میکنه. روزه هم در تمام ادیان بوده است. تمام ادیان آسمانی روزه داشتند. حالا کیفیت روزه، مدت روزه فرق داشته. به چه کیفیت بوده روزه و چه ماهی بوده این فرق داشته. حتی در صدر اسلام و الان روزه کیفیتش فرقی داشته که ما میخوانیم در تشریح روزه. هدف از روزه اینه که شما متقی بشید. حکمت روزه وقتی انسان 1 ماه تمام در سال تمرین میکنه از حلال خودش بدون خوف و حرام، از نان حلالش، از آب حلالش، از اهل حلالش خود را ممنوع میکند از صبح صادق تا غروب آفتاب
فقط از خواب خدا نمیخورد، نمی نوشد و با اهلیه خود نزدیک نمیشه، این انسان خود به خود متقی میشه. و چطور دیگر در زندگی شاید یک مرتبه مال میراث در اختیار او آمد، و چطور دیگر میکنه؟ متقی نمیتونه بخوره. و اگر روزه کسی را متقی نکرد، چه چیزی میخواد او را متقی بکنه؟ روزه معنیش همینه که انسان متقی بشه. باز الله تعالی میگه این روزهایی که بر شما فرض شدن زیاد طولانی نیستن، نترسید، ایام معدودا، روزهای انگشت شمار، مفعول برای مصدر معرب بلام که از صیام باشد. صیام بر شما فرض کرده شده، اون هم در چند روز انگشت شمار، فوق 30 روزه، 31 روز هم نیست، زیاد نیست، 29 روز هم یا 30 روز هم، 31 روز که نمیشه. چه؟ فمن کانه، نه، یا 29 روز یا 30 روز، 28 روز، پس اونها کسر دارن اگر ماه را دیدن بخوردن، شدن اول ماه نگرد. فمن کانه منکم مریضا، چرا ماه اسلامی یا 29 روز میشن یا 30 روز، 31 هم نمیشن، 28 هم نمیشن. فمن کان منکم مریضا و علی سفر، اکنون الله تعالی باز هم میگه در همین یک ماه اگر شما عذر سفر داشتی و مریض بودی، باز برای شما اجازه هست که در مسیر سفر بخورید، و مریضید و نمیتوانید روزه بگیرید بخورید، لیکن قضایی بیارید، در 11 ماه دیگر قضایی بیارید. این یسر اول هست، یسر اول. فمن کان منکم مریضا، که روزه گرفتن برای اون مشکل باشد یا مضر باشد، مشکل نیست لیکن روزه میگیره مضر، برای ضرر داره، میتونه روزه بگیره لیکن روزه میگیره ضررش اضافه میشه، تداوی معده میکنه به طور مثال، و اگر روزه بگیره ضرر میکنه، روزه رو میتونه تحمل کنه. اگر مریضیه که واقعا روزه برای شعلاته، چربی خونش خیلی بالاه، خب روزه وقتی که میگیره این آبهای اضافه بدن خشک میشن، روزه انسان را پاک میکنه. بعضی مریضی هم که باید کم بخوره، بعضی مریضی هم که باید رژیم غذایی خیلی محدود میشه، خب روزه برای او بهتره. یا علی سفرین هست و تحمل روزه برای سخت تمام میشه، فعدت من ایام اخر، پس به عهده او هست شماری از روزهای دیگر. فعلیه عدت من ایام اخر، این عدت من ایام مبتدا خبرش فعلیه محذوفه، به عهده این که روزه را به خاطر سفر خورده یا به خاطر مرض، شماری از روزهای دیگر هست که عوض این روزها را بگیره. خب این یسر اول. یسر دیگر، و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. در ابتدای اسلام هر کس توانایی فدیه روزها را داشت. گوش کنید، متوجه باشید، آیه را بعد نگاه بکنید، آیه توجیه دارد. جمهور میگویند که در صدر اسلام همانطوری که برای مریض و برای مسافر اجازه بوده که اینها روزه را بخورن و قضایی بیارن، فعدت من ایام اخر، یک یسر دیگر هم بوده که هر که پول دارد و توانایی دارد و میخواهد فدیه روزها را بده و روزه نگیره، این هم بوده.
که برای هر روز اندازه صدقه فطر پول بده یا گندم و همون چیزهایی که پرداخت میشدن و روزه نگیرن. البته این یسر را خدا برداشت، این یسر را برداشته با آیه بعدی فمن شهد منکم الشهر فلیصم. الان هر کسی مشاهده کرد ماه مبارک رمضان را باید روزه بگیره. اول اجازه بوده. معنای آیه هم اینه که بر آنهایی که طاقت پرداخت را دارند، طاقت اون روزه را دارند، تو به گردن آنها فدیه هست، طعام مسکینه بده برای هر روزی یک فدیه. لیکن این حکم خدا را، این دستور خدا فمن شهد منکم الشهر فلیصمه الان منسوخ کرده. اون آیت تا اینجا منسوخه و ناسخش فمن شهد منکم الشهر فلیصم. که الان هر که مشاهده کرد ماه مبارک رمضان را دریافت لحظه روزه بگیره. تاکید روزه. حالا اگر پولدار هم روزه بگیره، مولوی هم روزه بگیره، فقیر هم روزه بگیره. لیکن بعضی از مفسرین اونا دیگه این معنی را میکنن که هر کس روزه نفلی بگیره، انجام بده خیری را در نفل، تو پس برایش خیره. و باز هم شما روزه بگیرید برای شما بهتره. اگر شما میدانید از هدیه دادن روزه بگیرید بهتره، هدیه ندهید. این آیه منسوخ شده با آیه فمن شهد منکم الشهر فلیصم. لیکن بعض دیگر از مفسرین این آیه را یک معنای دیگر میکنند. الذین یطیقونه باب افعال هست، اطاق یطیق و اطاقه و همزه باب افعال برای سلب ماخذه و معنی میشه بر آنهایی که طاقت روزه را ندارند به خاطر اینکه مریضه و امید سالمی نیست، یا پیرزاله یا پیرمرده که امید توانایی از آنها رفته و این پیرزال و پیرمرد طاقت روزه را ندارند. شیخ پانی و شیخه پانیه. پس این آیه معنیش اینه که آنهایی که طاقت روزه را ندارند، حمزه برای سلب ماخذه الای تیکونه، تو اینها فدیه میدن. اون مریضی که امید بهبودی را ندارد، اون پیرزال و پیرمردی یا جوانی که به خاطر یک مریضی یا به خاطر ضعف فطرتا ضعیف خدا خلقش کرده، تحمل روزه را ندارد، روزه برای اون ایجاد مشکل میکند، معدهش اینقدریه باید هر دقیقه نان بخوره، فرزن میگن تو پس او باید فدیه بده. فدیه هست طعام مسکینه یا پیرزال و پیرمرده و حکم این آیه هنوز هم هست. این یک یسریه بالاتر از این یسر قبلا بیان شد. باز کسی اگر خیری انجام بدهد پس برای او خیر است. و بعدی میگن اول الله سبحانه و تعالی روزه را هر ماهی 3 روز فرض کرده، هر ماه 3 روز، و اون هم با این اختیارات. اکنون که ماه مبارک رمضان فرض کرد، هر ماه 3 روز فرض کرده بود، یا ماه محرم تا عاشورا را فرض کرده بود، لحاظا این یسر بود. الان که ماه مبارک رمضان فرض شده، لحاظا این یسرها از بین رفتن و روزه نفلی در هر ماه هست. ایام 20، 13، 14، 15 و 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
روزه عاشورا و تاسوعا این برای اون روزهای نفلی هستند که روزه بگیرن یا اندازه روزه گرفتن صدقه فطر بدن. همین قرآن گفته فمن تطوع خیرا فهو خیر له. اگر شما هر ماه روزه بگیری، تاسوعا عاشورا روزه بگیری، برای شما خیر است. اگر شما منفعتش بدانید هر ماهی 3 روز روزه، ماه 30 روز برایش روزه حساب میشه. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. روزه گرفتن از فدیه دادن بهتره. حضرت شاه ولی الله رحمه الله توجیه دیگر بر الذین یطیقونه او را می کنند که بابا اینجا بیان روزه نیست، بیان صدقه فطر هست. و آنها میگویم فدیتون مبدل منه طعام و مسکین بدله. و شما این هم میدانید که در نسبت مقصود بدله نه مبدل منه. مقصود چیه؟ بدله نه مبدل منه. و مرجع یطیقونه برمیگردد به طعام و مسکین. حضرت شاه ولی الله رحمه الله میگه و این در مورد روزه نیست. الذین یطیقونه ضمیر یطیقونه طعام و مسکین هست. چیه؟ طعام و مسکین. اگر چه لفظاً مقدم است لیکن رتبتاً مقدم نیست. چرا؟ فدیتون طعام و مسکین مبتدای مؤخر میشه و علی الذین یطیقونه خبر مقدمه. لفظاً مقدمه، رتبتاً مقدم نیست. شاه صاحب میفرماید شاه ولی الله که مرجع ضمیر طعام و مسکین هست و این درباره رمضان نیست بلکه این درباره صدقه فطر هست. بر گردن آن صاحبان مالی که قدرت اون طعام مسکین را دارن، طعام مسکین فدیه هست. فدیه طعام مسکین هست. و بعد فرمود خب برانهایی که طاقت دارن لگه کم مالی هم صدقه فطر بدهد برش خیره. فمن تطوع خیرا فهو خیر. و این درباره روزه نیست. این حضرت شاه ولی الله رحمه الله توجیه میکنه. و حضرت انور شاه کشمیری درباره روزهای ایام 20 میگه که روزهای ایام 20 هنوز استحبابشون هست، لیکن اگر کسی نتونست در ایام 20 روزه بگیرد فدیه بدهد که خدا ثواب روزه بهش بده. و این قرآن میگه که نفله فمن تطوع خیرا فهو خیر له. با آمدن رمضان دیگه هیچ روزه به گردن انسان واجب نمانده، صورت نفل هست. هر ماهی 3 روز خصوصا ایام 20 یا پنجشنبه و دوشنبه یا عرض خدمت شما تاسوعا و عاشورا، عرفه برای غیر حاجی. در دیگه جاها عرفه روز 9 ذوالحجه روزه بسیار فضیلت بزرگی دارد. یا 6 روز از شوال، از ماه شوال بعد از رمضان، اینها نفلن و هر کس تطوع خیر کند برایش خیره. و اگر نتونست روزها را بگیره کم از کم فدیه‌ای بده، کم از کم چیزی بده که خدا ثواب روزه را بهش بده. حضرت انور شاه کشمیری این چیز را میگه و این توجیه انور شاه کشمیری را بیشتر تایید کرده. چرا؟ که در ماقبل خدا اسم رمضان را نگرفت، فقط گفت که روزه بر شما فرضه، همانطوری که بر گذشتگان فرض بوده. او یسر آورد
که مریض و مسافر استثناء هست. و باز هم این یسر بود که اگر کسی توانایی دارد و مال میدهد، انور شاه کشمیری رحمه الله میفرماید او مال بدهد روزه نگیره، و اگر روزه بگیره برایشون خیر. توجیه انور شاه کشمیری که این در حق روزه های هست که در ماها گرفته میشه بهتره. و رمضان هم یعنی ایام 20، تو رمضان حکمش اینجا آمد که حکم فرضی دارد و جمهور میگن که اول همون بوده که در هر ماه این روزها فرض بوده. به هر حال کاری نداری. اکنون ماه مبارک رمضان، البته اونه که اینجا لا یطیقون لا مقدر کنیم، هم میگه غیر درسته چی ند، همچنین قاعده ای ما نداریم کجا لا مقدر کنیم، اون قاعده ای هم نیست. پس یک حرفیه که جارالله زمخشری گفته است که همزه باب افعال گاهی برای سلب ماخذ میشه. خلاصه الان روزه نفلی هست، اگر کسی روزه نفلی را نگرفت صدقه بده هم هست، و ترغیب داده که روزه گرفتن برای شما خیر است و واقعا هم خیره. انسان هر ماهی 3 روز روزه بگیرد انشاءالله از بسیاری مرضها محفوظ میشه و انشاءالله صائم الدهر پیش خدا میآید و هیچ چیزی فشاری هم روز 3 روز روزه ندارد. شما جوانها تصمیم بگیرید ماهی 3 روز روزه بگیرید. ماهی 3 روز روزه برای شما بهترین هدیه ای. ببینید نماز نفلی ما زیاد داریم نداریم، روزی 12 رکعت سنت اینها نفلن که حتما ما باید بخوانیم. روزه هم یک فرض الهی، انسان هم باید در 11 ماه دیگر روزه بگیره. روزهای پنجشنبه و روزهای دوشنبه جوانان عرب حالا در حرمین شریفین طوری روزه میگیرن که حتی روزهای دوشنبه و پنجشنبه سفره بیارم فهم میکنم برای افطار. در جوانی روزه بگیرید هیچ چیز نمیشید، وجود شما سالم میشید. این فایده نقد روزه و اونی که گفته شده الصوم لی و انا اجزی بهی یا انا اجزا به، او به جای خودش و در روزه ریا هم نمیاد. این خاطر گفتن روزه مال منه. کسی برای نشان دادن مردم اگر روزه بگیره تو پشت سر میتونه بکنه خود را روزه دار معرفی کنه. ریا که همین نمیده. شهر رمضان، خب در گذشته گفت که روزه در ایام معدوده بر شما فرضه. خب در این آیه شریفه تعیین اون ایام صیام را می کند که اون روزهایی که بر شما فرض شده اند اون ماه مبارک رمضان که ما در آستانه او قرار داریم. الله تعالی به خیر و برکت به ماه مبارک رمضان ما را برساند و برای ما کار آسان میشه. شما میدانید در ماه مبارک رمضان کار آسان تر میشه. ماه مبارک رمضان اون ماهی هست پر از خیر و برکت که انزل فیه القرآن. همه عزت به ماه مبارک رمضان از این قرآن رسید. الله تعالی میخواهد ماه مبارک رمضان را مورد تعریف قرار بدهد و عزتی که خدا بیاد 12 ماه از بین 12 ماه داده است در قرآن، نام زیبای رمضان را در قرآن آورده. دیگه هیچ نامی از 11 ماه دیگر در قرآن نامشون نیست. نه شوال، نه ذی‌قعده، نه ذوالحج، نه محرم، نه سفر، نه ربیع اول، نه ثانی، نه جمادی الاول، نه جمادی الثانی، نه رجب. فقط ماه آمده. الحج و اشهر معلومات گفته شده، نام اون ماها گرفته نشده است. لیکن این عزتی الله تعالی به رمضان داده که نام رمضان را در قرآن ذکر کرده
و عظمت رمضان را با قرآن تعریف کرده که ماه مبارک رمضان ماهی است که نازل کرده شده در آن قرآن که در آن نازل شده قرآن مبارکه. نگفت کتاب انزلنا الیک مبارک، ماه را مبارک کرده. و قرآن چه نقشی دارد در جهان و در جهان بشریت؟ هدی للناس، این قرآن رهبری برای تمام انسان است. لیکن رهبری قرآن و هدایت قرآن مخفی نیستند. بینات من الهدی والفرقان، واضح است در هدایت و در بیان فرق بین حق و باطل. سبحان الله، قرآن هم هدایت است و در هدایتش واضح. بینات من الهدی والفرقان، هدایتی که قرآن میکند اون هدایت قرآن هم واضح. فرقی که بین حق و باطل قرآن میکند اون هم فرق واضح است، خفایی نیست. قرآن کتاب کامل و مفصل. اکنون هر کسی از شما مشاهده کرد ماه رمضان را، هلال رمضان را، تو باید روزه بگیرد این ماه. خب برای اون ایام یسر بود، دو تا یسر. کسی مریض مسافره تو فعدت من ایام رو، بعد یک یسر دیگر بود برای روزهای دیگر که اگر روزه بگیرید بهتر است، فدیه بدید هم برای شما خوبه. لیکن الله تعالی وقتی ماه مبارک رمضان را فرض کرد گفت یسر اول هست، یسر دوم که فدیه بدهید اون نیست. بی خاطر تکرار نمیشه این آیه. اونجا آیه برای چی بود؟ برای روزهای غیر رمضان دو تا یسر بود و الان برای رمضان یک یسری مانده، یک یسر دیگر نمانده. ومن کان مریض، یا تاکید برای ما کرد یا یاد شد برای رفع شبهه. هرگاهی که یسر دوم منسوخ شد، آیا یسر اول شده یا خیر؟ قرآن فرمود نه، یسر اول منسوخ نیست، او به ادامه دارد. هر که مریض یا سفر به عدت من ایام اخر هست. یسر ثانی منسوخه. الله تعالی که مریض را و مسافر را اجازه داده بخورن، این آسانی که با این امت شده. مسافری که از اینجا تا مسافت طولانی در تابستان راه میره، سوار بر شتر، تشنگی بر او فشار میاد. و اون وقتی خصوصا قرآن نازل میشد، این امکانات سواری امروز نبود، سفر همش فشار بود. یا پیاده یا سوار بر شتر تشنگی داشت، گرسنگی و خستگی داشت، الله تعالی اجازه داد. اکنون هم سروران گرامی، کدام سفر مشقت دارد یا ندارد، برای چه کسی دارد و چه کسی ندارد، علماء دین میگن خود سفر قائم مقام مشقت است و این یسر برای ما هست. یرید الله بكم الیسر، الله تعالی اراده دارد برای شما آسانی را در تعیین قوانین و اراده نداره برای شما عسر و سختی را. و حقیقت اینه که شما عدت من ایام اخر روزه بگیرید لیتیسروا ولتکملوا العده، تا برای شما هم آسان باشد که مریضی مسافری بخورید. و دیگه این که اول چه بگیرید لتکملوا العده، تا شما کامل کنید شمار ماه را، 30 روز ماه را، 29 روز ماه را شما تکمیل کنید. و دیگه اینه که بزرگی خدا را بیان کنید، چون شما را هدایت کرده. مراد تکبیرات ایدن است که 29 روز یا 30 روز روزه گرفتی به عیدگاه برید و بزرگی خدا را یاد. در مسیر که هم انسان میره در عید فطر تکبیر باید یواشی بگه و در عید اضحی باید جهران تکبیر بگه و بیاید از عیدگاه. و در نماز عید هم تکبیره. لتکبروا الله علی ما هداکم
این ما مصدریه به خاطر که شما را هدایت کرده و تا اینکه شما شکرگزار باشید. جمله معترضه در میان آورده شده است چون که روزه سبب قرب الهی بود و از یک روز روزه به مسافت 70 سال به قرب الهی می رسد. یک روز روزه بگیره 70 سال به خدای کریم نزدیکتر میشه. این خاطر در قرب ذاتی که همه خیر است و جود است و در پیشگاه ذاتی که همهش سعادت است، سائل و گدا به چیزی مسئلت کنند. این خاطر الله تعالی مسئله دعا را مطرح میکنه که به این بارگاهی که با روزه گرفتن شما نزدیک شدید، گناه شما بخشیده شد و شما با گرفتن روزه به یک حکم خدا جواب مثبت دادید. این خاطر دعا کنید که من جواب بدم. شان نزول آیه را بیان کردند که صحابه پرسیدند یا رسول الله رب ما نزدیک فنناجیه تا با او سرگوشی کنیم، دور فننادیه تا ما جیخ بکشیم و فریاد بکنیم. الله تعالی مطرح کرده ذا سالک عبادی، ربط آیه را فهمیدی نوشته هم است، ربط آیه هست که نوشته شده. وقتی از شما سوال کردم بندگان من، اضافه تشریفیه نسبت به قرب و بعد من، پس شما بگید که فانی قریب، من خدا خیلی نزدیک. قرب خدا کیفیتش را ما ندیدم، کیفیتش را ما ندیدم. الله مستوی علی العرش هم است و به ما نزدیک هم است. صحابه از قرب و بعد خدا سوال کردند، الله جواب داد من نزدیکم. جیغ نمیخواهد بکشید، محرمانه من فریاد بزنید که من قریب. و برای اجابت دعای شما هر لحظه شما فرصت داشته باشید، بارگاه عظیم ما آماده هست جواب. من آمادم برای جواب دادن هر لحظه و هر زمانی که شما من فریاد بزنید. اجیبو، خودم جواب میدم. دعوت الداعی، فریاد کننده را. اذا دعانی، هر لحظه من فریاد بزنید. ساعت 1 شب، 2 شب، 3 شب، 4 شب، نصف نهار، اول صبح، آخر روز، اول روز، هر لحظه هر بنده من فریاد بزند خودم جواب فریاد او را میدم. دیگه وسیله گرفتنی همیشه. وسیله شما ایمان است و عمل صالح و در رأس روزه است. شما روزه بگیرید و فریاد بزنید. هر روز از هر روزدار خدا یک دعای قبول میکنه. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی. لیکن شرط اجابت اینه که شما به فرمان من جواب دید. فلیستجیبوا لی یعنی فلیجیبوا لی ولیطلبونی، از منو بخواهید، دستورات من جواب بدید، من آماده جواب دید. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، لیکن شرط فلیستجیبوا لی. فلیستجیبوا لی یعنی طلب کنن از من یا جواب دستورات من را بدن. و دیگه شرط قبولیت ولیؤمنوا بی، و یقین هم داشته باشم به اجابت من، به قرب من هم ایمان داشته باشم و به اجابت من هم ایمان داشته باشم. لعلهم یرشدون، تا از این تجویز و از این راه اینها به راه نیک بیایند، اینها صالح بشن.
بیان تمتع مفترات ثلاثه در صدر اسلام ماه مبارک رمضان که می آمد دیگر روز نه خوردن جایز بود نه نوشیدن. بعد از غروب آفتاب تا که نخوابیدن خوردن و نوشیدن جایز بود. تمام ماه شب و روز حضرت صاحبه ممنوع بود. صاحبه را نمیتونستن دست بزنن، نه شبش و نه روزش. و بسیاری از نوجوانان تحملشون سب لبریز شد. الله تعالی فرمود من میدانستم که شما تحمل نمیتونید بکنید. 30 روز تمام هم شب روزه و هم روز روزه. این خاطر الله تعالی تخفیف داد. الان اجازه داری از غروب آفتاب تا صبح صادق که وقت روزه شروع میشه هم بخورید هم بنوشید و مفطر ثالث را هم میتوانید انجام. احل لکم لیلة الصیام الرفث، مفطر اول حلال قرار داده شده است برای شما شب روزه. شبش اجازه داری، روز حق نداری. نگاه چپ کنی جریمه میشه. 60 روز روزه پی در پی. شبش برای شما حلال است. رفث یعنی نزدیکی با اهل. الی نسائکم، هر جا رفث جایز نیست، الی نسائکم جایز. علت آسان کردی ربا برای چی؟ میفرماد هن لباس لکم، اینها سطر شما هستند. و انتم لباس لهن، شما لباس آنها. انسان میتونه خود را از لباس دور کنه. لباس کی لباسه، هیچ کسی نمیتونه خود را از لباس دور کنه. نه زن میتونه خود را از لباس دور کنه و نه مرد میتونه. یعنی بیان ارتباط عمیق را بیان کرد. خانه ماشاءالله مجلل، پشت درهای بسته، هیچ احدی جز خدا نیست. شب هم روزه، روز هم روزه. خیلی سخته. الله تعالی به این خاطر فرمود که لباس را شما نمیتوانید از خود دور کنید. نه زن میتواند این لباس را از خودش دور کنه نه مرد. و اینجا یک تعبیر بسیار بزرگ قرآن عظیم الشان بیان کرد که مرد هم لباس آبروی انسان هست. یعنی بدون لباس چی میشه؟ این خاطر الله تعالی میگه آبروی یک دیگه. این یک تعبیر. و یک دیگر فرمود لباس سر انسان را میپوشد. لحظه زن هم باید سر شوهر را بپوشد، شوهر هم باید سر زن را بپوشد. اینطور نباید نعوذ بالله بشه که مرد اسرار زنش را یا زن اسرار شوهرش را پیش دیگران بیان کنه. این واقعا کمال ظلم و کمال خیانت است که زن اسرار شوهرش را پیش دیگران پخش کنه یا شوهر اسرار زنش را پیش دیگران پخش کنه. کمال ظلم است. و الله تعالی از این تعبیر طبق این تعبیر قرآن حضرت رسول الله لباس مادر عایشه و حضرت عایشه لباس رسول الله. هر کس لباس پیغمبر را خراب بگوید او دیگه حسابش باید خودش طبق این آیت فاطمه الزهرا لباس حضرت علی هست و حضرت علی لباس فاطمه الزهرا. فرق این دو لباس را اهل بصیرت میدانند که کدام لباس برای چه کسی مقام دارد. این دیگر قیاسیه که هر انسان از این تعبیر قرآن به جای میرسه. واقعا اون انسانهایی که زبان را دراز میکنند به مادر عایشه و حفصه رضی الله تعالی عنهما
آنها ایراد بر لباس پیغمبر میگیرند. و چطور اینها میتوانند خود را محب پیغمبر بگن که نعوذ بالله عیب و ایراد در لباس پیغمبر میگیرند؟ اینها باید فکر شبه کنند چی میگویند. و اگر یک یهودی و نصرانی اینها را سوال کند که نعوذ بالله لباس پیغمبر شما لباس خوبی نبوده، برای اون یهودی و نصرانی ایشون بخته جوابی داد؟ هیچ جوابی داد. علم الله میدانست که شما نوجوانها بودی نسبت به جانهای خود خیانت میکنید، از عمل عدم جماع نمیتوانید اجتناب کنید، از شما خیانت میشه. لودامت تلک الحرمت، اگر این حرمت برقرار میمان که شب هم روزه از زن و روز هم روزه، الله تعالی میدانست که از شما خیانت سر میزنید اگر این حکم باقی بماند. لذا فتاب علیکم، الله تعالی رجوع کرد شما به تصریح اجازت کاملا اعلان کرد احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم و عفا عنکم. گذشته اگر لغزشی خورده هر که از شما، اونو خدا هم بخشید. از بعضی دوستان میگن لغزش شده، ساعت شب نتونستن خود را اداره کنن، از لباس کی میتواند اجتناب بکند؟ به این خاطر الله تعالی میگه و عفا عنکم. حالا بر هیچ شخصیتی که به آنها خیانت نسبت داده شده هیچ مولای نمیتواند ایراد بگیرد و هیچ دشمنی هم نمیتواند ایراد بگیرد. چرا؟ الله تعالی میگه و عفا عنکم. هرچه در گذشته لغزیدی، خطا کردی، در ساعت شب به این شجره ممنوعه نزدیک شدی، روز هم شجره ممنوعه هست، لحظا اون هم من بخشیدم. کسی را که خدا بخشیده شما چرا حق اعتراض دارید؟ الان باشروهن، مباشرت کنید، زندگی بسیار نزدیک انجام بدید، لیکن هدف هم اینه که وابتغوا ما کتب الله لكم، طلب کنید آن اولادی را خدا برای شما مقدر کرده. هدف درست باشد، هدف طلب اولاد باشد، نعوذ بالله تنها اتفاق غریزه هدف نباشد. حالا الله تعالی از هر نوبت که نمیخواد بچه بده، از هر کجا داد، شما طالب ما کتب الله باشید، طلب کنید آنچه را خدا برای شما نوشته کرده. و بعض یک معنی دیگه کردن، ما کتب را به معنی ما احابه من الجماع، آنچه خدا برای شما مباح کرده در این مدت از غروب آفتاب تا طلوع صبح صادق، هر نوبت و هر چی که دل شما میخواد ماشاءالله. ما احابه من الجماع از جلاله، این طلب در میشه تکوینی خدا، محدود نیست که شما یک نوبت دو نوبت هر چی که خدا برای شما مقدر کرده اون طلب. باز مفتر ثانی کلو بخورید واشربو بنوشید. این دو مفتر ادامه دارد تا اینکه ظاهر بشود برای شما نخ سفید از نخ سیاه، اونم از صبح صادق تا صبح صادق هر ستا مفتر برای شما جایز. الان باشروهن کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. این هر سه مفتر برای شما مباهند تا که سفیدی صبح از سیاهی صبح برای شما واضح بشه. ثم اتموا الصیام الی اللیل، بعد از صبح صادق روزه را کامل کنید تا شب با غروب آفتاب. بله یک صورت دیگر شجره ممنوعه، هم در شب و هم در روز. آنکه شما نیت اعتکاف کردید و رفتید در مسجد،
10 روز آخر سنت است. یا بعض جوانها تمام ماه را روزه اعتکاف میکنه، هم جایز. 10 روز را اعتکاف میکنن، هم جایز. بین خاطر الله سبحانه و تعالی می فرماید در حال اعتکاف شجره ممنوع، روز کی روزه، حتی ساعت شب اگر حوض کردید مسجد ویل کنید و بیایید درک بزنید، مباربات کنید و الو که من دارم میان در باز کن، نه اجازه ندارید. لا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، مباشرت نکنید با لباسهای پاکتان در حالی که شما اعتکاف در مساجد دارید. الله تعالی بیان کرده اعتکاف در مسجد سر کبرا اعتکاف حرام و شرک. تلک حدود الله، آنچه بیان شدن قوانین الهی هستند. فلا تقربوها، به نزدیک حدود الهی برای تعدی نرید، برای تجاوز. کذالک یبین الله آیاته، همین طور بیان میکند در آیاتی الله تعالی احکام خودش را برای اصلاح انسانها تا این انسانها با عمل به احکام متقی بشوند. یتقون احکام را دانسته از نافرمانی متقی بشوند. تتقون من العصیان، از نافرمانی شما اجتناب کنید. خب این بیان امور مصلحه روزه آمد. روزه بگیرید تا احکام را خوب عمل کنید. بعد از این یک حکم سوم از امور انتظامیه، قصاص، وصیت، این حکم سومه. حرام خواری نکنید، مالهای یک دیگر را از راه نامشروع نخورید که بین خود شما دشمنی برقرار میشه، شما با دشمن نمیتونید بجنگید. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نخورید مالهایتان را بین خودتان از راه ناجایز و باطل. یعنی مالهای برادران مسلمان خود را ناحق نخورید، که اگر شما مالهای دیگر را ناحق بخورید دشمنی و عداوت برقرار میشه، نظم شما به هم میخوره. و نبرید این اموال خود را برای رشوت به طرف حکام، ببرید حکام را رشوت بدید و زمین دیگران را برای خود سند کنید. کار نکنید. رشوت دادن به حکام بیشتر مال دیگران را پامال کردن است. رشوت برای این که مال دیگران را بخوری، این رشوت، این راشی و این مرتشی هر دو ملعونه. رشوت میدن که مال دیگران را زیر بزنن، متاع دیگران را زیر بزنن. این رشوت همونه که پیغمبر فرمود راشی و مرتشی هر دو لعنتی هست. ها اگر جانش در خطر، مالش در خطر، برای جان خود و مال خودش چیزی فدا می کند، شاید برای مرتشی گناه باشد و برای راشی کمتر باشد. که برای نجات مال خودش یا برای نجات جان خودش از دست ظالم گوش چیزی بده و جان خود را و مال خود را محفوظ کنه، او شاید راهی داشته باشد. بله رشوت به این خاطر که مال دیگران را بخورید، لا تدلوا بها الی الحکام، قرآن نهی کرده. این رشوت، این راشی و این مرتشی هر دو ملعونه. او رشوت میده، او حکم صادر میکنه و لحاظ حق دیگران پاماله، اینها ملعونه. نبرید مالها را به طرف حکام به این خاطر که بخورید یک قسمتی از اموال مردم را به گناه، تو نافرمانیه و انتم تعلمون، و شما هم میدانید. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.